امروز ما در کارتای نو شهر کابل هستیم. شاروالی خیر بله زیاد خدمت میکنه دستای کارت نو. کارتای نو کابل شما فضایش مشاهده کنین که خیلی فضای پاک داره. علتش اینمیست که رئیس نایب فعالیت زیاد کرده. یک پلاستیک پردیم که کراچی شاروال آمد. دم کراچی شاروال که پرتیم. بسیار خوب. چرا رئیس نایب یا شاروال یک مجاهد یک چیز بیا اذیت کنه فروشه؟ ولی یقینا همونطور گپ است. مسئولیت شاروالی تنهایی نیست که شار ما را همه روزه جارو بزنه صفایی کنه. این مسئولیتش بیشتر به مردم عام است. ما خودم میگم این دکانا را پاکاریش میکنیم. شاروالی مسئولیت خود ادا کرده، کار خود اجرا میکنه، اما این ما شما باید مسئولیت خود ادا کنیم که با مسئولین خود همکار باشیم. هموطنای نازنین سلام، وقتتان بخیر. امید است که جور و صحت و سلامت باشین. امروز ما در کارتای نو شهر کابل هستیم، جایی که هموطنای عزیز ما اینجا هم مانند سایر کابل مصروف کاروبارشان هستند، اما یک چیزی که بسیار در کارتای نو کابل متفاوت تر است این است که خیلی از لحاظ پاکی شهر منظمتر بوده و خیلی پاک است و هموطنای ما در اینجا حتما همکار هستند با شاروالی و شما میبینین که خیلی فضایشان پاک است، خیلی فضایشان یعنی صاف است و همیشه هموطنای ما تعریف میکنن از بیرون از افغانستان که مثلا دیگه کشورها زیبا هست، اما زیبایی افغانستان، پاکی افغانستان و ای که ما در این منطقه هستیم به هیچ جایی از دنیا نمیرسه و ای که در این ساحه کارتای نو کابل چه باعث شده که قدر فضا پاک است، فضا آرام است و به یک نظم و دیسیپلین که اینجا مردم کار بار خود انجام میده بیشتر است. باشنده های محل ما پرسشایی می داشته باشیم. شما هم برنامه را تعقیب کنیم، ما هم میریم با کسایی که در این ساحه کار میکنن صحبت ها می داشته باشیم، بیننده برنامه باشیم. در رابطه با این که فضای کارتای نو بسیار پاک و صاف است و ای که بیشتر این مردم امکان داره که با شاروالی همکار باشند، در کنار ما یکی از برادرای ما که اینجا مصروف کار هستند بیشتر در مورد صفایی و فرهنگ شهری از ایشان صحبتایی می داشته باشیم. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ جان جور بخیر، سر خوب. سلامت باشین، نزدیک کمره استاد شوین. اسم مبارکتان؟ نظرگای. خب همین فضای کارتای نو بسیار پاک و صاف است. علت از همین چیه شما در این ساحه کار میکنین؟ از طرف روز خب پاک و صاف میباشه، خب از طرف شوی زیاد دود و از به خاطر زغال این چیزا که مردم در میته، تایر و این چیزا رو در میته دیگه زیاد هوا از طرف شو خراب شه. کل مرضی هم که پیدا میشه از به خاطر دود و این تایر چیزا رو که مردم میسازنه، این از نمی چی است دیگه. خب همین مردم ما یک فرهنگ داریم که تنها همی پاکی و صفای شهر مختص به شاروالی میدانند. نظر شما در این مورد چیست که هم شهریا و هموطنان عزیز ما با شاروالی همکار باشن و امروز اونا کمک کنند تا کشور ما هم مانند دیگه کشورها پاک و صفا و شهر ما هم زیبا شود؟ پیامتون چیه در این مورد؟ نه شاروالی خیر بله زیاد خدمت میکنه دستای کارت نو دیگه. هر کی دم چی خود چی میکنه دیگه خدمتش زیاد است دیگه. باید هر کی ما به امرای شاروالی چی باشه با یک همکار باشیم، با یک دست باشیم. خب پیامت به اموی هموطنان عزیز ما که اونا زباله های خود سر سرک مندازن و رعایت نمیکنن نظم شهری را، پیامت به امو برادرها یا خواهرها چیست؟ او زیاد کار بد است. مثلا اول در خانه خود آدم کس بنده فکر کنه، بیرون هم کس فکر کنه دیگه. نظافت جزء ما از بهتر کس هم چی نکنه که یک چیز سر سرک پرته یا چی پرته، هم کثافت دادی پرته یک جای گوشه پیدا کنه اونجا پرته. خب کسایی که رعایت نمیکنن
و ایره میگن که تنها وظیفه شاروالی هست، باید شاروالی پاک کنه. گفتنیتون به امو اشخاص چی است؟ و خود دیگر شاروالی خود دیگر به هر چیز رسیده نمیتونه. پشت خانه ما آمدن خود باید به خود ما مربوط داره که خود ما باید پاک کنیم، هر چی باشه چیز بی جای نندازیم. زنده و سلامت باشید. تشکر. بخیر. هموطنان نازنین، کارتای نو کابل شما فضایش مشاهده کنین که خیلی فضای پاک داره. آب و هوای بسیار پاک و نظیف است. به همین علت ما هم برنامه خود از همینجا آغاز کردیم. ببینیم باشنده های کارتای نو چی ویژگی هایی را دارند که یعنی شهر خود ساحه‌ای که زندگی میکنن قدر اینا پاک و صفا و اینها اینجا حفاظت میکنن. در این مورد کسایی که در کنار سرک هستند و دستفروش هستند، واقعا وقتی ما میبینیم بسیار نظم و دیسیپلین رعایت کردین. بیشتر با می برادرها صحبت میکنیم، شما هم بیننده برنامه باشید. در کنار ما هم یکی از برادرایی که اینجا کراچی میوه دارند و میوه فروش هستند، بیشتر با اینا صحبت می داشته باشیم. سلام کاکا، وقتت بخیر. خوب هستی؟ جان جو زنده باشی. خوراک اسم مبارکتان؟ آرون هستم. خب ما که میبینیم این فضای کارتای نو بسیار فضای پاک، آب و هوایش پاک است و خیلی کثافات کم به نظر میرسه یا بسیار پاک است همین ساحه کابل. علتش چیست کاکا جان؟ علتش اینمیست که رئیس نایب فعالیت زیاد کرده، پاکاری کرده، دست فروشا و کمی ماهی فروشا و چیزا رو. ساحه کارتای نو بسیار سابق یک دو ماه پیش بسیار حالت خراب بود. همین نظافت جز ایمان است. همین آدم که هر جای زندگی میکنه پاک ستره کنه که همین هوا بسیار خوب میشه. خب شما گفتین 2 ماه قبل اینجا بسیار حالتش خراب بود و خیر ببینن مسئولین یعنی همین نظم و دیسیپلین مراعات کردن و ایره بالای مردم تطبیق کردن. همین گفتنی شما با همین هموطنای ما که با شاروالی همکار نیستن، شاروالی خب گفته خودتان کار خود انجام داد، اما بعضی از هموطنای ما هستن همکاری نمیکنن، همین کثافات خود در روی سرک و جاده ها مندازن. پیامتان به هموطنای عزیز ما چی؟ خود یک گپ است که خوراک گل که کسی که یک دفعه اگر نظافت خانواده خود اگر بفهمن که نظافت چی است، شهر کابل هم فکر میکنن دیگه. این دیگه دستفروش هستیم خوار جان، خب مجبور هستیم که دیگه لقمه پیدا کنیم. مگه متون نمیشه که اینجا مردار کنیم و بگیم نان پیدا میکنیم، اینجا پاک کنیم لقمه پیدا کنیم. یعنی میگم که از رئیس نایه یا از شاروال اگر دستفروش هستیم یا دکاندار هستیم، یک جای یک مناسب ببینه که برای ما تعیین کنه لقمه خود روزی حلال خود به مدت اولاد خود ببریم دیگه. حالا خوار جان دیگه شکر میکشیم که یک کمک نظافت شده از پیش کرده بسیار از خوب شده. حالا دیگه چی بگویم دیگه، زندگی است خوار جان، مشکلات زندگی است. اوی در خانواده هایی که همین زباله خود مثلا در جای مخصوصش نمیبرن یا که در دسترس شاروالی قرار نمیتن که را به یک جای مناسب انتقال بده، پیامتان به همون خانواده ها چی است؟ پیام من نمیست که تنها شاروال مقصر نیست که شاروال بیا پاک کنه و ستره کنه. یک پلاستیک پرتیم، یک خلطک پرتیم، یک جون کثافت‌دانی زون یک بگیریم پرتیم، بسم الله الله اکبر. دیگه چی بگویم خوار جان، آدم گفتن نمیتونه دیگه. خب با همو خواهرای یا برادرایی که مثلا در شهر کابل زندگی میکنن اما متاسفانه رعایت نمیکنن، تمام مسئولیت بالای شاروالی مندازن. شما هم گفتین که باید همکار باشن و اگر یک پیام خاص دیگه داشته باشه. پیام خاص من نمیست که بیادن خوار جان گل که آدم تنها مقصر شاروال یا رئیس یکی نه. ها من خودم کراچیوان هستم، 22 سال شده کراچیوانی میکنم. 22 سال خانه ما کرایید. نمیشه که من یک نت بگیرم دینی یک پلاستیک برام پرتم دینیجا. یک پلاستیک پرتم که کراچی شاروال آمد، دم کراچی شاروال که پرتیم. بسیار خوب. چرا رئیس نایه یا شاروال یک مجاهد یک چیز بیا اذیت کنه دست فروشه؟ بسیار خوب. زنده و سلامت باشی کاکا جان. زنده باشی خود. سلامت باشی. هموطنای عزیز، کارتای نو کابل پاکترین ساحه کابل است و ببینیم که
علت همی پاکی این شهر در چی می باشد؟ در کنار ما یکی از برادرای ما که همینجا غرفه دارند و فروشنده هستند. در این مورد بیشتر با اینا صحبت می داشته باشیم در مورد ای که چی باعث شده که کارتینه و کابل پاکترین ساحه کابل است و فضایش هم شما می بینید در تصاویر که بسیار پاک است و به یک نظم خاصی هموطنای ما اینجا مصروف کاروبار زندگیشان هستند. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلام. اسم مبارکتان؟ اسم ما سهیل است، یک تن از دکاندارای مارکت کارتینه. خب برادرمی، ما و شما میفهمیم که پاککاری شهر مسئولیت شاروالی است، اما نگهداریش مسئولیت شهروند است. خودت نظرت در این مورد چیست؟ بله یقینا همونطور گپ است. مسئولیت شاروالی تنهایی نیست که شهر ما را همه روزه جارو بزنه، صفایی کنه. این مسئولیتش بیشتر به مردم عام است که محیط خود پاک نگاه کنه. خب کارتینه و کابل بسیار پاک است، ما که میبینیم شاهدش هستیم، شما هم اینجا فروشنده هستین. باز چطور است همکاری مردم با شاروالی؟ خوب است، همکاری میکنن که علت یعنی معلومدار است، پاک میباشه. مسئولین نایام زیاد زحمت میکشن، همه روزه پاککاری دارن، کار میکنن. مردم هم شما در اینجا کار میکنین و مصروف دکانداری هستین. همین کثافاتی که مثلا میشه از شما هم از زباله هایی که در یک روز شما کار میکنین، امیره شما به شاروالی تسلیم میکنین یا ای که در روی سرک مندازین؟ نه، همه روزه ما 4 طرف غرفه خود ما جارو میکنیم، جاروی چیز داریم، تنها کل این دکاندارا یک جای جمع میشه. صبحی وقت پیش از اینکه مردم برای وقتای نماز صبح از طرف شاروالی جمع آوری میشه و میبرن از جای دیگه انتقال میکنن. شاروالی خب مسئولیت خود ادا کرد، اما حالا مسئول ما و شما هستیم که باید در قسمت امروز هم کار باشیم. پیامتان به او در اشخاصی که یعنی نظم و دیسیپلین شهری را مد نظر نمیگیرن، زباله های خود بیجا مندازن، پیامت به او برادرها و خواهرای ما چیست؟ پیام ما بر از او اینمی است که اگر میخواهن محیط پاک داشته باشن، از امراض مختلف جلوگیری شود، محیط خودشان پاک نگاه کنن، همکار باشن با مسئولین ناحیه و شاروالی و مردم. بله. اما اگر همکار نباشن و هر قدر که شاروالی پاک کنه بازم بیفایده است. بیفایده است، بله. زنده و سلامت باشید. سلامت. هموطنان نازنین، ما در کارتینه و کابل هستیم. قبلا هم براتون گفتیم بسیار یک فضای پاک و آرام داره. در کنار ما هم یکی از کسانی که اینجا مصروف پاککاری هستند، با اینا صحبت میکنیم. سلام کاکا جان، خوب هستی؟ خوب هستی، بخیر. نام مبارکتان؟ نورگل. خب کاکا جان چی کار میکنی خودت؟ من خودم میکنم این دکانا رو پاککاریش میکنم. چطور از باز کثافاتش جمع میکنم. خب چطور از باز همکاری هموطنان براتون؟ کدیم همکاری میکنم، دکاندارام کدیم همکاری میکنم. خب راضی هستین؟ از کار خود همیشه راضی هستم، از خدا خود شکر میکشم. باشنده همین منطقه هستین؟ نه، دیگه جای هستیم اینجا. کدیم دکاندارا کار میکنیم، زحمت میکشیم، دکاندارا کدیم ما هم کمک میکنیم، ما کدیم دکاندارا کمک میکنیم. خب با علت از اینکه یعنی همین کارتینه و سال پاک صفا شده دیگه که دکاندارای عزیز هم اینجا امرایتان همکار هستن و مسئولین هم امرای شما کمک میکنن. دکاندارا هم همکاری میکنن، ما هم همکاری میکنیم دیگه. منطقه خود پاک میباشه دیگه. کلا که هر چیز جمع میکنه. دکاندار هم گاز دا کثافتدانی خود میندازه، باز من صدا میکنه میگه کاکا این خالی کن. ما بیرون چیزا نمیندازم، ما چیزا بیرون کدام چیزا ریخته باشه اون جمع میکنم دیگه. کثافتاشون صحیح است، کلش منظم. دکاندارا هم نظافتشون همشون خوب است. خب کاکا جان، بعضی از کساست که نظافت در نظر نمیگیرن، همین زباله هایی که مثلا شما جمع کردین همین در روی سرک مندازن. با عموم شهروندای ما شما چه پیام دارین؟ والا من پیام دارم باید کوشش کنن دیگه. باید همیشه شهر ما پاک باشه، منطقه ما پاک باشه، خود ما پاک می باشیم. خب و کسایی که مراعات نمیکنن اون الله اطاعت نیکی کنه. الله اطاعت نیکی کنشون دیگه. خدا سر احمد بدشون که پس همه تو همکاری و کمک کنن دیگه. خب
سلامت باشی کاکا جان. زحماتت قابل قدر است که در این سن و سال شما کار میکنین و به خاطر پاککاری و صفایی شهرتان زحمت میکشین. بخیر باشی. شما بخیر باشین. زنده باشی کاکا جان. شما زنده باشین. وقتت بخیر. شب شما روز شما خوش. سلامت باشی. هموطنان نازنین، ما خب براتون گفتیم که در ساحه کارتینه و کابل هستیم، جایی که بسیار از لحاظ نظافت پاک است و این که بیشتر هموطنان ما هم گفتن که شاروالی اینجا زیاد زحمت کشیدن، نه تنها در ساحه کارتینه بلکه در تمام شهر کابل کارهای شاروالی قابل قدر است و این که بیشتر در این مورد پاکی و صفایی کارتینه و با یکی از برادرای ما که همینجا دکان گل فروشی دارند ما آمدیم بیشتر صحبت میکنیم. شما بیننده برنامه باشین. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ شکر، سلامت باشی، خوب هستی؟ بخیر. سلامت باشی. نام مبارکتان؟ احمد خلیل. خب باشنده کارتینه هستین؟ بله، کارتینه. کارتینه و کابل که از نسبت به ساحات دیگه کابل از لحاظ نظافت بسیار پاک است. نام خدا فضایشان بسیار پاک است و کاروبار هموطنان هم که ما دیدیم بسیار به شکل منظم به پیش میره. دلیل امی چی است به نظر خدا؟ دلیل از این که نمی مردم همکاری میکنه با شهروالی، مردم همدست است، با یکدیگر همکاری میکنه و شهر خود پاک نگاه میکنیم ما. خب قبلا بی‌نظمی های وجود داشت و شما با همکاری شهروالی تانستین که این ساحه را پاککاری کنن؟ بله، با شهروالی همدست شد، مردم دکاندارا همدست شد، همگی باز در صفای شهر سهم گرفته کل مردم. خب بعضی از هموطنان عزیز ما هستند که زباله های خود در جای مناسب نمندازند، چی دکاندار هستند و چی در خانواده های عزیز هستند. پیامتان به همون شهروندان چیست؟ پیام ما به این مردم همی است که می زباله رو در سر سرک نندازن، کار خوب نیست، شهر کثیف می سازه، یه خوب کار نیست. خب شهروالی مسئولیت خود ادا کرده، کار خود اجرا میکنه، اما این شما باید مسئولیت خود ادا کنیم که با مسئولین خود همکار باشیم، چرا که همیشه توصیف از کشورهای بیرونی است که اونجا پاک است، مردمش و شهر خود پاک نگاه میکنن. پیامت می خواهیم در این مورد داشته باشیم. دیگه با کشورها که از دیگه مردمش در شهرنشین هستن، اینجا تقریبا مردم زیاد از دیگه ولایت های دوردست آمدن نمیفهمه شهرنشینی را. دیگه مردم باید سهم بگیرن در شهر خود، شهر نخواهن کثیف نکنن، شهر پاک باشه، مردم خوب معلوم میشه، شهر خوب معلوم میشه. دیگه اینمی دلیلش است. شهر پاک ما و هویت ما است. واقعیت است. زنده و سلامت باشی بیادر، در کار و بارت برکت، بخیر باشی. خداحافظت، بخیر. سلامت باشی. هموطنان نازنین، طوری که شما در جریان برنامه مشاهده کردین، فضای کارتینه و نظم و دیسیپلین شهر و همچنان شما دیدین که چقدر هموطنان ما با شهروالی همکار هستند و همکاری از اینا باعث شده که کثافت در اینجا به نظر نمیرسه. واقعا بسیار زیاد پاک است و کسایی که اینجا بیاین واقعا عاشق ساحه میشن. با شما هم گفتنی ما به همه هموطنان عزیزی است که با شهروالی همکار باشند و ای که وظیفه شهروالی پاک کردن است، اما وظیفه ما شهروندایی است که باید با مسئولین خود همکار باشیم تا دست به دست هم بتیم و شهر خود پاک کنیم، چون شهر پاک نمادی از فرهنگ یک کشور است و ای که ما در کابل زندگی میکنیم، پایتخت یک کشور هم نمایندگی از امو فرهنگش میکنه. شما نظریات و انتقادات خوبتانه با ما در کامنت شریک بسازین تا برنامه بعدی که باز من شمین اجرابی با یک برنامه دیگر در خدمت شما قرار میگیرم. همگیتانه به الله پاک و بی نیاز امانت مسپارم. وقت بر همه تان خوش.